به نام الله بخشاینده مهربان. شروع میکنیم با ترجمه و شرح و تفسیر سوره فاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنم به نام الله که به اندازه مهربان و به نهایت با رحم است. الحمد لله رب العالمین. جمعی حمد و ستایش یعنی شکرها از آن خدای است که تربیت کننده جمع عالمیان است. تنها او یعنی خداوند سزاوار حمد و ستایش است. او تعالی همه جهانیان را خلق کرد و با اراده خود تربیت نموده رزق و روزی داد. از قدرت اوست که همه موجودات را حیات بخشید و آنها را به سمت خود در حرکت درآورد. الرحمن الرحیم. خداوند بخشاینده و مهربان است. رحمان این صفت خاص تنها برای الله تعالی است که بجز او به کسی این صفت نسبت داده نمی شود. یعنی او تعالی در دنیا عطا کننده نعمتها بر مؤمنان و کافران است. رحیم نیز صفت خاصی آفریدگار بوده. به این معنا آمده که روز قیامت بخشنده گناهان تنها الله تعالی است، البته برای مؤمنان نه برای کافران. مالک یوم الدین پادشاه روز قیامت است. کلمه دین به معنای حساب، جزا و مکافات آمده است. یوم الدین روز قیامت را گویند، روزی که مخلوقات بعد از میرانیده شدن از سر نو زنده کرده می شوند تا حساب و کتاب صورت گیرد. هر یک بنده از آن عملی که طول عمر خود در دنیا داشت پرسیده خواهد شد. نیکبختان و پرهیزکاران مکافات عملهای خود را خواهند گرفت و بدبختان جزایشان را. روز قیامت روز ترس و هراس و دهشت است و مردم از ترس آن روز در هراسند. این آیت کریمه برای ما بندگان همچون یک تنبیه و تأکید است که برای آن روز همیشه آماده باشیم و دانیم که در آن روز جز خداوند متعال هیچ کسی از نزدیکان به داد ما نمی رسد. زیرا پادشاه روز قیامت الله تعالی است. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارا فقط تو را عبادت می کنیم و فقط از تو یاری می خواهیم. در فهمیش امروزیان زیر این مفهوم عبادت نماز و روزه و ذکر و تلاوت قرآن و مانند اینها در نظر گرفته می شود. در حقیقت چنین هم هست، زیرا آنها عبادت های بهترین حسابیده می شوند. اما عبادت با اینها محدود نیست، بلکه همه عمل هایی که الله تعالی از آن راضی و خوشنود است این عبادتند. به این خاطر اگر هر یک بنده مؤمن در زندگی خود از فرموده خداوند بیرون نگردد، موافق آن عمل نماید، چنین باشد که گویا همه وقت مشغول با عبادت بوده است. برای تقویت بخشیدن به گفته های بالا مثال زیرین را می آوریم. آفریدگار ما و شما خوردن رزق حلال را امر کرده است. پس اگر بنده از حرام پرهیز نماید، برای یافتن رزق حلال حرکت زحمت و مهنت کند، قوه صرف سازد و عرق جبین ریزد، این هم عبادت بوده است. ولی نباید برای اجرای یک عبادت دیگر را ترک نماید.
مثلا درست نیست که با سبب تلاوت قرآن عبادت دیگر یعنی نماز یا ذکر خدا ترک شود. طور در بالا اشاره کرده شد معنای ایاک نعبد فقط تو را می پرستیم و عبادت می کنیم است. این از جانب ما وعده است نزد الله تعالی. خدا نکند که ما از جمله وعده خلافان باشیم. ایاک نستعین نیز معنای مشخصی فقط از تو یاری می خواهیم را دارد. یعنی پروردگارا ما برای اجرای عبادت خودت یاری را تنها از تو می خواهیم. بغیر خودت ای پروردگار هیچ احد ما را یاردم و قوت بر عبادت داده و پشت و پناه ما شده نمی تواند. البته تو بر همه مخلوق های خود حقدار و تمام بزرگی ها لایق و سزاوار توست. پروردگارا غیر خودت ما را مالک و صاحب و یاردم دهنده حقیقی نیست. این از طرف ما بندگان نزد الله تعالی هم اعتراف و هم وعده است. بنابراین به ملاحظه از آیت کریمه چنین برمی آید که اول عبادت نمودن و بعد یاری خواستن با مورد است. پس اگر بنده خواهان یاری از طرف الله تعالی باشد باید اولا از عبادت الله تعالی سرکش نباشد. وقتی که عبادت الله را بجا نمی آورد پس چگونه از او یاری می خواهد؟ از این رو حال بنده عبادت کردن را در همه حالت خواه فراخی و خواه تنگی و یاردم پرسیدن را در تنگی ها تقاضا می نماید. عبادتی که در این آیت ذکر گردیده است در شکل شخص تنها نبوده بلکه در شکل جمع آمده است. مراد اینجا عبادت یک جایه یعنی با جماعت است. از اینجاست که نماز را با جماعت می گذارند. اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت کن. هدایت در لغت به معنای با لطف و مرحمت راهنمایی نمودن آمده است. نزد اهل علم هدایت چند درجه دارد. خداوند انسان را با هدایت آمیخته به دنیا می آورد. ببینید به آن که به کودک نشان داده شود وی مکیدن شیر را می داند. هنگام گرسنگی می گرید و هنگام تهدید خوف از ترس چشمانش را می پوشد. مانند اینها. اما این هدایت است که نه همه طلبات انسان را قانع می گرداند. به 5 عضو حس کننده یعنی دیدن و شنیدن و بویدن، چشیدن و لمس یعنی حس کردن هدایت می توان یافت. اما این هم محدود است و برای انسان ناکفایه. انسان در میزان عقل هدایت در بالا ذکر شده را می تواند مورد تدقیق و تفتیش و سنجش قرار بدهد و سهو و خطاها را اصلاح سازد. به یک خلاصه بیاید. مثال وقتی انسان با هدایت چشم عکس چیزی را در آب ناهموار و شکسته می بیند پس با هدایت عقل سالم صورت بطون سالمی آن اشیا را معین می سازد. مثال دیگر میوه شیرین و با لذت در دهان شخص بیمار تلخ و بیمزه می تابد. ولی عقل کامل ثابت می سازد که این از بیماری آن شخص است وگرنه میوه با آن لذتی که دارد باقی است. از گفته های بالا چنین برمی آید که انسان با واسطه عقل نیک و بد را از هم جدا کرده راه سعادتمند گشتن خود را می یابد. بسیاری ها این عقیده را دستگیری می کنند اما
تأکید در اینجا به مورد است که عقل به پررگی قادر نیست که انسان را در همه حالتها هدایت کند. برای اثبات این عقیده اگر نظری به رویدادهای جهان داشته باشیم بسنده است. در اکثریت مملکت‌ها اختلاف بین عقیده ها می رود. هر یک طرف مخالف از روی عقل عقیده خود را درست می حسابد، ولی باید دانست که از عقل بالا هدایت و هدایتگر است. هدایت عالی هدایت از جانب پروردگار عالمیان است که به واسطه پیغمبران و انبیا پیروان آنها و عالمان بر بندگان تأکید می کردد. چون الله تعالی خلق کننده انسان است، پس راه سعادتمندی او را همان ذات پاک خودش می داند. از این باعث آفریدگار عالم و آدم برای بندگان خود دستور زندگانی قرآن را فرستاد که او را به سوی سعادت یعنی خوشبختی راهنما می سازد. آن دستور زندگی و نشانداد عالی دین مبین اسلام است و پیغمبران که آخرین آنها حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می باشد و همچنین پیروان او به طفیل تعلیم این دین پاک را به خلق رساندند و می رسانند. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چنین راهی که بر آنها یعنی پیغمبران و صدیقان انعام کردی، نه بر راه غضب کرده شدگان و نه راه گمراهان. مراد از انعام کرده شدگان پیغمبران و صدیقان و شهیدان و صالحان یعنی پرهیزگارانند. به غضب خدا گرفته شدگان یهودیانند. سبب به غضب گرفتار شدن یهودی ها این بود که بسیار انبیا را کشتند. به خدا عهد کردند اما به آن عهد وفا نکردند و باز بسیار گناه های دیگر از آنها سر زد که چندین آیت های دیگر بر این دلالت می کنند. الله تعالی به آنها دستور و علم داد ولی دیده و دانسته به آن عمل نکردند. در زیر مفهوم گمراهان نصرانی ها در نظر داشته شده است. آنها را به آن خاطر گمراه گفتند که راه نشان داده خداوند را قبول نکردند. موافق میل و خواهش خود راهی را اختیار کردند و آن را درست شماریدند. آنها نزد حضرت عیسی علیه السلام عیبداری خود را اقرار کردند و گفتند تو را راضی میکنیم و عبادتی که الله تعالی ما را فرموده است به جا می آوریم، ولی برخلاف گفته های خود عمل نمودند. این است که آنها را گمراهان می گویند. یعنی آیت شریفه می گوید که خدایا ما را برای انبیا و در راه آن ثابت بودگان مثل اولیا و جمله عزیزان درگاه خودت راهنمایی کن و برای یهودیان و نصارا ارشاد نفرما. این است دعای عالی و درخواست بسیار ضرور. گرچند آیت‌های این سوره کم هم باشند معنای بسیاری را در بر گرفتند. به همین خاطر سوره مذکور را به نام ام القرآن یعنی مادر قرآن نام میبرند، زیرا در این سوره حمد الله و صفاتهای وی، پادشاه بودن او تعالی در روز قیامت، عبادت، اخلاص، دعا، ذکر امتهای خوب و هدایت شده و آنانی که برای نادرست رفتند افاده یافته است. از اینجاست که در هر رکعت نماز خواندن آن و تکرار کردنش تأکید کرده شده است.
аллоҳ кунад ки вақти хондан ба маънои ояти хонда шуда сарфаҳм равем. пас биёед бо мулоҳиза ва бо андеша бошем то дилу забону мақсадамон чӣ дар ҳолати намозхонӣ ва чӣ дар дигар ҳолат ба ҳам мувофиқ ояд.